اکنون که کم کم سر به بالین میگذاریم و آرام آرام در خواب ناز فرو می رویم، با یقین کامل چشم می بندیم، مطمئن از آن که فردایی هست. آفتاب دوباره از مشرق سر برمی آورد و روز روشن پیش روی ما گشوده می شود. اما چرا به این یقین نمی رسیم که این شبها هرچند پی در پی به فردایی می رسند، روزی فرا می رسد که ما دیگر در این جمع نیستیم. روزی که به جای آن که بر روی زمین باشیم در دل خاک هستیم. باید به آن روز نیز یقین کرد و خویشتن را برای آن لحظه سنجیده و مهیا ساخت. هنوز روی خاکیم، نه در زیر خاک.